5 رازی که خطر ناکترت میکنه آخری خیلی مهمه. 1. اگر صبحها سر حال نیستی شب قبل از خواب دوش آب سرد بگیر. 2. هیچ وقت تو رستوران برای جمع کردن میز به گارسون کمک نکن. 3. اگر صبحها نمیتونی صبحانه بخوری 1 ساعت قبل از صبحانه بدو. 4. هیچ وقت تو اولین قرار دارو نداره تو رو نکن و بهترین لباس تو نپوش. 5. هیچ وقت همزمان رو 2 تا کار تمرکز نکن تو هیچ کدوم بهترین نمیشی. اگر برات مفید بود بنویس من بهترینم. 5 رازی که خطر ناکترت میکنه آخری خیلی مهمه. 1. اگر صبحها سر حال نیستی شب قبل از خواب دوش آب سرد بگیر. 2. هیچ وقت تو رستوران برای جمع کردن میز به گارسون کمک نکن. 3. اگر صبحها نمیتونی صبحانه بخوری 1 ساعت قبل از صبحانه بدو. 4. هیچ وقت تو اولین قرار دارو نداره تو رو نکن و بهترین لباس تو نپوش. 5. هیچ وقت همزمان رو 2 تا کار تمرکز نکن تو هیچ کدوم بهترین نمیشی. اگر برات مفید بود